آیا کارخانه‌های مشترکی که سرمایه‌گذاران آن شهروندان خارجی میباشند با عرضه دعواگی به سود اقتصادی ولایت مراجعت کردند یا نه؟ این سوال در نشست مطبوعاتی به رئیس سود اقتصادی ولایت سلیمان قاسم زاده پیشنهاد گردید. او در جواب افزود که بحث‌ها وابسته به حصه شهروندان خارجی در این نهاد در 6 ماه سال روان بررسی کرده نشده است، اما حالت‌های دیگری مراجعت شهروندان خارجی دیده میشد. مراجعت شهروندان خارجی عاید رویانیدن مبلغ‌هایی که در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کردند و ضرر دیدند در این نهاد به قید گرفته شده است. Yaktar Fatih Export Importmenti ve Uzbekistan nispeti ve Bilol Grupa, Bilol Sülünsimenti Konibodum. Bu yakta diğer şarmandı ve soykori infiradi az Cumhuri Rusya ve bu çimiden nispeti manayı korkona çiz Resande Tacikistan. Ama خیلی شرط سویکوران انفرادی هستن که وابسته به این بحث و باید رویاندنی مبلغ‌هاشون مراجعت کردن. شهروندای خطای نبودن در بین سویکوران انفرادی. یک دوم پرونده بحثی وابسته به حصه شهروندان خطای بین خودشون است که این نفرسانی کنی بودم خطی. و یا بین خودشون درباره به معین کردن حصه و یک سال گذشته بررسی کردن که این سال یک قسمت دیگه اینو در مرحله کساتونی بررسی نمودن این پرونده بازداشت کرده شده است که بین خودشون شهروندان وقتی هر دو طرف شهروندان خطوی باید معین کردن حصه یا بسته شده اعتراف کنی شرط. مشکلی نسپاریدن مبلغ قوه برق مسئله اساسی به حساب رفته در نشست خبری سود اقتصادی ولایت بررسی گردید. سلیمان قاسم زاده رئیس سود اقتصادی ولایت سوخت ضمن نشست مطبوعاتی به روزنامه‌نگاران افزود که در نیمه اول سال روان تعداد 40 عدد پرونده های اقتصادی بررسی شده است. از روی دعواهای مقامات دولتی که به منفعت دولت عاید رویانیدن 20 میلیون 393 هزار و 932 سامانی ضرری از نسپاریدن مبلغ قوه برق، آب، پرداخت حتمی دیگر رسانیده شده را این نهاد تحقیق نموده است. از تعداد ذکر گردیده 25 حالت پررو و در 7 مورد قسماً به مبلغ 10 میلیون و 251 هزار و 360 سامانی به حساب دولت برقرار شده است. از باقی مانده پرونده ها 5 عددش به بررسی و 2 عددش بنابر سازش آمدن طرف ها استحصال پرونده قطع و 1 عددش رد کرده شده است. از آن جمله از 372 عریضه‌های دعواگی و عریضه موادهای بررسی شده 25 تاش عریضه‌های مقامات پروکراتور به منفعت دولت و تشکیلات‌های دولتی جمعیتی عاید رویاندن 9 میلیون و 918 هزار و 29 سامانی مبلغ ضرر میباشد که در 18 حالت پره در 5 حالت دیگر قسما و مبلغ 9 میلیون و 251 هزار و 494 سامانی خانه گردانده شده. دو پرونده دیگر با سبب به سازش آمدن طرف‌ها در استحصالات قطع کرده شده است. دوام نیم ساله یکم 6 عریضه‌های دعواگی مقامات حدودی انداز عاید رویاندن 2 میلیون 125 هزار و 18 سامانی بررسی شده. با حلنامه‌های سودی عریضه‌های دعواگی این مقامات در 5 حالت پوره و در 1 حالت قسما خانه شده 1 میلیون و 913 هزار و 844 سامانی ضرری به دولت از نسپاریدن اندازها با فایده بودجه برقرار کرده شده است. در این دوره از جانب این نهاد 13 پرونده با دعوای بانک‌ها به مبلغ 3 میلیون و 456 هزار و 776 سامانی و 5 تا با دعوای تشکیلات قرضه خرد به مبلغ 609 هزار و 961 سامانی بررسی شده است. از این نشان دهنده 9 تاش با گرو اموال تامین بودند. 4 حالت دعواهای بانک‌ها پررد در 6 حالت قسماً به مبلغ 1 میلیون و 620 هزار و 687 سامانی قانع شده است. دعواهای تشکیلات قرضه خرد در 4 مورد پررد و 1 حالت قسماً به مبلغ 575 هزار و 393 سامانی قانع شده است. گزارش فضل الله خان عابدov، سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.